در اسلام خوراک دادن به خویش و تبار، نشستن با خویش و تبار، معرکه کردن به خاطر ازدواج، به خاطر فرزندی دار شدن، یا معرکه عادی به خاطر اینکه دوستی بین ما قوی تر باشد، صله رحممون باشد، زیارت کردن یکدیگر، همش ثواب است، همش ثواب دارد. که حتی آنهایی که به خاطر الله به دیداربینی دوست خود می روند، به خاطر الله به زیارت دوست خود می روند، پروردگار به آنها محبتش را واجب می کند، محبتش را واجب می کند که در این باره حدیث یک تونه خیلی زیاد هست. اما معرکه هایی که برای شما 3 روز 4 روز آمادگی می بینید و معرکه هایی که 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت دوام می دهند و فقط در آنجا صحبت های پوچ بی معنی هست، فقط در آنجا تعریف کردن لباس یا خرید تلاواری یا چیزهایی هست که به درد هیچ کس نمیخورد، یا غیبت است. برای اون هم صاحب خانه چه خیلی گفتم 3 روز 4 روز تیاری میبیند و مهمان ها هم در آنجا تا 6 و 5 و 4 ساعت می نشینند و بردوام باشد، زود همین گونه معرکه شود. من پیشتر هم گفته بودم، با شاگردها هم در این باره صحبت کرده بودم که خواهران عزیز، من نفرانی رو میشناسم که 10 سال در مصر فقط معرکه کردند و حتی تجویدشان رو خوب نکردند. یعنی برادرانی که 10 سال به زنشان فقط برای معرکه آماده باش گفتند که هر روز و هر شب معرکه داشتند و نه زنشان نه فرزندشان صاحب چیزی نشد. اگر شده باشد، اگر یکی حافظ قرآن شده باشد، درد به درک، دیگر زنشان صاحب هیچ چیز نشد، فقط معرکه خوردند و معرکه دادند و وزن گرفتند که میدونید معرکه های ما خیلی سرخرج و سرپخت و پز است. اکنون ببینید چه خیلی گفتم، خوراک پختن و خوراک خوردن با خویش و تبار با دوستان ثواب دارد، به خاطر محبت زیاد شدن، به خاطر مجلس های ایمانی باشد، مثلا در داخلش چیزی از آخرت گفته شود یا چیزی از امر دنیا گفته شود. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. در سوره نساء الله میگوید در صحبت‌های زیاد شما هیچ خیری نیست، اگرچه نجوا صحبت گوشی است، اما امام قرطبی میگن این به همه صحبت‌های چند نفره هم رابطه دارد، مگر اینکه صحبت شما درباره صدقه باشد، کمک کردن به یکدیگر صحبت کنید، یعنی کمک کردن به بیچاره و یتیم و خویش و تبار محتاج، او امر به معروف کنید به چیزهای خوب که من همین گونه کار خوب کردم یا همین گونه کارهای خوب است که میتوانیم بکنیم، یا اصلاح بین الناس، یا درباره اصلاح مردم، قهر ها را آشتی کردن، کینه ها را از بین بردن، به نفر کمک کردن صحبت کنید. یعنی این گونه صحبت ها کردید که خوب است. صحبت های عادی که این رو خریدم و آن رو خریدم است، اکثریت صحبت های زنانه که از مردها بخبرم، میدونید که در این هیچ خیری وجود ندارد و علل خصوص اگر صاحب خانه 2 روز و 3 روز عمر خود را فقط به پخت و پز دهد، اون هم که از 1 حصه کمترش را مردم میخورند، بقیهش همش اسراف میشود.